تا میتونی گلاب بخوره، ولی اینجوری که من براتون میخوام بگم. گلاب با کندر رو میریزیم حل میشه. درمان فراموشی آلزایمره و هم پیشگیری میکنه و هم درمان. گلاب با 21 دونه مویز، تقویت قلب، تقویت مغز و درمان کمخونی. 7 انجیر، درمان یبوست و تقویت استخوان و درمان پوکی استخوان. هم پیشگیری میکنه و هم درمان. آرتروز، پوکی استخوان، دیسک کمر، برای همه اینا عالیه. عناب ما امروز نداشتیم، ولی 7 الی 14 عدد عناب هم وقتی بریزین توی گلاب و میلش کنین، درمان غلظت خون، کبد چرب و انواع آلودگی هایی که تو خونمون داریم، تو کبدمون داریم، واقعا بدنمون رو پاکسازی میکنه. هم پوستتون تمیز و روشن میشه، هم کل بدنتون.